خدا قسم یه ذره که شما دلتنگ امام زمان میشید او بیشتر دلتنگ شما میشه. والله قسم اینجوریست. شما یه بار که یه ابن الحسن میگه او میگه جانم. گفت آقا خیلی دلم براتون تنگ شده بود، خیلی سختی کشیدم. حضرت فرمود منم خیلی منتظر تو بودم، منم خیلی دلتنگ تو بودم. یه ذره که دلتون بتپه برای امام زمان، اون برای تک تک شما دلش خیلی بیشتر میتپه. به خدا قسم اینجوری است. از نظر عاطفی خیلی دوستتون داره. خودتون رو دست کم نگیرید، نذارید شیطان از نظر محبتی فاصله بین شما و امام زمان. اظهار محبت الکی نکنید، راست بگید. این یثبت لی قدم صدق یعنی راستگویی. دوستمون دارید؟ خب بیاید تو گود. نصرتی معدت لکم، من آماده هستم. میگه بخوای به من حرف بزنی به من اینجوری بگو. من دوست دارم تو وقتی میای پیش من سرباز قوی و قدرتمند و آماده من باشی. میخواید ما رو؟ بیاید پیش ما.